آقای عبدا، بله. میتونم ازتون یه سوال بپرسم؟ حتما. شما به عنوان مشاور چندین کارخونه به نظرتون بزرگترین معضلی که مدیر رو باش دست و پنجه نرم میکنه چیه؟ به نظر من بزرگترین معضلی که وجود داره تو کارخونه ها اینه که یک سیستم جامع مدیریت وظایف وجود نداره که اختصاصا برای خودشون نوشته شده باشه. خیلی از کارخونه ها یک سیستم ERP مجتمع از چندین نرم افزاری که درون سازمانشون برقرار هست استفاده میکنن، یا چندین سامانه‌ای که وسط جزیره هر کدوم داره کار خودشون انجام میده، ولی کن اون سیستمی که به عنوان سیستم مدیریت وظایف دارن ازش استفاده میکنن اختصاصا برای اونا توسعه داده نشده و به صورت جامع و یونیورسال یک بار یک شرکت یا چند تا شرکت توسعهش دادن و اینا دارن استفاده میکنن. احتمالاً خیلی از نیازهاشون رو برآورده نمیکنه. پیشنهاد ما اینه که یه سیستمی که به صورت داینامیک باشه توسعه داده بشه که دقیقاً مطابق با فریم ورک هایی که موجود هست در اون کارخونه دارن ازش استفاده میکنن باشه و یک بار ستاپ اولیه بشه بر اساس نیازهایی که ممکن است جاری باشه در اون کارخونه و بعدش دقیقاً منطبق بر نیازهای اونها در سیستم کار بکنه و بتونن مدیریت وظایف رو هندل بکنن باشه.